سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی مرغابی ولایت غور تلفات جانی و خسارات هنگفتی مالی به جا گذاشته است. در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در ساحات مرکزی ولایت مرغاب باشندگان چندین قریه با تخریب شدن خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و صدها مواشی متضرر شدند. دیشب سیل اومده، همه خونه و زندگی که داشتم پاک بسته، هر چی که بوده زیر سیلاب شده. امولی حتی کمی گندم که خریده بودم در پول نسیه اونم هم زیر سیل. اولادم گشنه بیشتر در امولی یک دختر دارم که لباس رو چریشته که امولی حتی لباس نداره که اون امول تبادله کنه. این همه تا دور پریشان بموندیم دیگه. از امارات اسلامی درخواست ما همیه که سودی کمک ما برسه، اگر نه که شاید که اولادم هم پاک از باید روا از گشنگی. سیلاب‌ها همه ساله در ولایت مختلف کشور جان ده‌ها هموطن ما را می‌گیرد و سبب تلفات سنگین مالی می‌گردد. بنابراین اگر شما می‌خواهید برادران و خواهران متضرر از سیلاب‌های ولسوالی مرغابی ولایت غور را کمک نمایید، پس با احساس همکار شوید.